هرچی آدم همین شوخی باشه، هرچی آدم نمیاره. های چی شده؟ داری چی کار میکنی؟ شاید اگه باش صحبت نکنم با وجدان راحت‌تری بتونم کار تموم کنم. باتم چرا جوابمو نمیدی؟ نکنه تو بودی زدی منو. احتمالاً. چه غلطی داری میکنی؟ بیا دستامو باز کن. متاسفم ولی بیشتر از اون انتظار دیدن خونه آدم میکشم که خون دستاتو باز کنم. چی داری میگی؟ میشه یه جوری حرف بزنی که منم حرف با تو؟ میدونی اینا واقعی نیست دیگه، آره؟ پس چرا بهم نمیگی چی واقعی منم متوجه شم؟ اینجا داریم چیکار میکنیم؟ منظورت چیه اینجا چیکار میکنی؟ این چیه؟ متوجه نیستی؟ دور و بر تو یه نگاه بنداز. اینجا صحنه جرمه. ما اومدیم اینجا که شواهد رو بررسی کنیم برای اینکه شما از اینجا نمیتونم برم بیرون. نمیتونم دخترام ببینم. چی داری میگی؟ احمق، ما دوتا همکاریم. اومدیم اینجا تو همکاریم؟ آره. اگه شک داری زنگ بزن دفتر بپرس. اینجوری دست از این دیوونه بازیات برمیداری. نمیدونم گوشیم کجاست. بی گوشی منو بردار. اینجا یه چیزی نیست. اونجاست. تلاش خوبی بود. گفتی من تو همکاریم؟ درباره من که بگو. اسم کوچیکم چیه؟ نمیدونم. نمیدونم همین؟ پس چی میگی من تو همکاریم؟ ما تازه قرار بود با هم دیگه کار کنیم. من قبل اینکه بیام اینجا تهران بودم. به خاطر حجم زیاد کار انتقالی گرفتم اومدم اینجا. اینم اولین پروندمه. واسه همینم هست که اصلا گوش میدی چی میگم؟ در چرا قفله؟ کلید روی در بود. من قفلش کردم. احتمالاً وقتی که بهم حمله کردی از دستم افتاده. بیا منو باز کن، با هم دیگه پیداش میکنیم. شبیه احمقا؟ آره احمقی. اینجا صحنه جرمه نه تله. حافظت مشکلی داره؟ بیا دستامو باز کن. چند وقت پیش حادثه‌ای برام پیش اومد. یه مدت از کار دور بودم. فهمیدم که مغزم خاطرات جدید رو ثبت نمیکنه. پیش دکتر رفتم. دکتر بهم گفت که چیه؟ این حرفات واسه من هیچ اهمیتی نداره. فقط بیا دستامو باز کن، من از این خراب شده برم بیرون. حوصله و وقت این دیوونه بازیاتو ندارم. تنها یه نفر قرار از اینجا بره بیرون.
دیوونه تویی که متوجه شرایط نیستی. اون موقعی که اینجا رفتم بیرون میفهمیم کی عاقل بوده. البته تا موقع برای تو دیگه دیر شده. سلام رئیس، من برگشتم. سلام، خوشحالم سر پا میبینمت. منتظرت بودیم ما. چطوری؟ بهترم، ممنونم. خوشحالم که اینو میشنوم. نباید الان استراحت بکنی؟ واسه همین الان از پیش دکتر اومدم. خواستم بهتون میگم که چی؟ خوبم. فکر کنم بنز کافی از کارم دور بودم. مایلم برگردم سر پرونده جدیدم. مطمئنی فکر خوبیه؟ چیزی دیگه نیست که؟ آمادم رئیس. خیلی خوب. اگه اینطوری میگی پس باشه. راستش پرونده برات دارم. یه نفر انگار تحت فشار، یه نفر دیگر رو کشته. باید بری و صحنه قتل رو بررسی کنی. حتما. با اجازه. خداحافظ. راستی نکته دیگه. میتونی از جیب من برداری. این چیه؟ بخشی از یادداشت خودته. پس چرا به من نگفتی؟ اصلا یادم نبود که گذاشتم تو یعنی جیبم. تو میدونستی خانواده من در خطره، این چی من نگفتی؟ ازت خواهش میکنم تمومش کن. میکنم حالت اصلا خوب نیست. ببین، ما دوتا هر دومون کارگاهیم. اومدیم اینجا صحنه جرم رو بررسی کنیم. نمیدونم چته، ولی اینو باید بدونی که این اتفاقات همه قبلا افتاده، تموم شده. هیچ کس اینجا قرار نیست بهت آسیبی بزنه. پس لطفاً این دیوونه بازی رو الو. نمیدونم. باشه بعد. سلام. چرا سر صداست اینجا؟ اینجا نمیشه کار کرد اینجا. در الان میبند. خوبه. چرا جواب نمیدی؟ قرار شد گزارش اولیه صحنه جرم رو همون اول واسه من بفرستی و نفرستیدی. راستی کارگاه سرابی رو که دیدی؟ کی؟
تحقیقات تمام شه بعد کارگاه سرابی دیگه گفته بودم که تازه به تیم اضافه شده قرار آموزشش بدی. اومد پیشت یا نه؟ چرا جواب نمیدی؟ الو